سلام، وقت همگیتون بخیر باشه. جلسه دوم آموزش زبان سی رو با هم دیگه هستیم. خب توی این جلسه میخوایم دیگه کار رو شروع کنیم، ولی اول کار بهتون بگم که بچه‌ها یه نرم افزاری به اسم کد بلاکس هستش که ما میخوایم با این کارمون رو انجام بدیم. حالا اپلیکیشن های مختلفی هستش، ولی خب ما از کد بلاکس استفاده میکنیم و امروز به خاطر اینکه سرما خوردم ببخشید اگه صدام واضح نیستش. خب نرم افزار کد بلاکس رو دانلود میکنین برای سیستمتون، حالا 32 بیتی یا 64 بیتی. خب من اینو بازش میکنم. خب من ورژن 20.03 شو دانلود کردم. منتظر میشیم تا سیستممون بالا بیاد. بچه‌ها تا بالا بیاد بهتون میگم من کل این ویدیوها رو توی 15 دقیقه ضبط میکنم که اینطوری پروسه آموزش کسل کننده نشه. خب وقتی که باز میشه ما میخوایم که سه تا گزینه میاره create a new project و سه تا گزینه که به درد نمیخوره. همین گزینه اولی create a new project رو ما باز میکنیم و البته کارایی مختلفی داره، مثلا واسه دی اپلیکیشن یا ARM پروژکت یا AVR پروژکت که واسه کار الکترونیک هستش و آردوینو پروژکت. ولی خب ما برای اینکه بخوایم وارد آموزش اصلیمون بشیم گفتم اینا همش هستش و اینا رو در ادامه یاد میگیریم. میریم وارد کنسول اپلیکیشن میشیم و دکمه. خب اینجا یه سی پلاس پلاس داره، یه سی. چون پروسه آموزشمون و تاپیکش کلا توی زبان سی هستش، ما زبان سی رو برای آموزش انتخاب میکنیم. ان اگه عمری باقی به شرط حیات باشه سی پلاس پلاس هم ضبط میکنیم و خدمت شما عزیزان قرار میدیم. خب من روی سی کلیک میکنم و نکست رو میزنم. حالا پروژکت تایتل رو من میزنم مثلا زبان، اگه بخوام فینگلیش بنویسم خب زبان سی و نکس اسم حالا پروژه، حالا نکس رو میزنیم. خب اینجا پروژمون باز شد و زبان سیه. توی سورس ما کلیک میکنیم و main.c رو میزنیم. خب ببینید ساختار اصلی بچه ها برنامه‌مون رو آورده، نوشته include stdio یعنی استاندارد IO، یعنی استانداردهای ورودی و خروجی رو شامل میشه و این هشتگی که این بالا آورده به خاطر همینه. میگه آقا من کلید واژه‌هایی که استفاده میکنم، حالا بعدا میگم کلید واژه یعنی چی، همه اینا از یک استانداردی رو پیروی میکنن. و پایینیش میشه اینت main که بدنه اصلی main یعنی اصلی ساختار تشکیل میده. توی تمام برنامه‌نویسی‌ها توی حوزه سی ما این داستان رو داریم. و پایینیش که پرینتف هلو ورلد برای ما یه چیزی رو چاپ میکنه، پرینت فرمتیشن، و این یک نوع مخففی هستش که ما داریم. و پایینی ریترن صفر داره. بچه من دارم ساده میگم که زیاد بولد نشه این قضیه. پایینی میگه ریترن صفر، یعنی اگه من عملیاتم انجام بشه درست عدد صفر رو برمیگردونه. البته میتونیم تعریف کنیم عدد 10 و عدد 13 رو، بستگی داره، ولی اینجا روی صفر تنظیم شده. شما توجه کنید بعضی وقتا یه خطایی پیش میاد، مثلا می‌نویسه خطای 413. خب یعنی آقا ما توی 413 امین یه خطایی داریم و شما باید بررسی کنید. و وقتی که اینجا میگه ریترن صرف یعنی خب پروسه‌مون با موفقیت انجام شده، کامپایلرمون با موفقیت انجام شده، سینتکس رعایت شده، همه اینا رعایت شده و به این درجه رسیدیم. خب بچه این بدنه اصلی مونه، یه اینت مین و داخل کروشه printf hello world و نقطه ویرگول من بهش میگم، حالا هر اسمی که نقطه ویرگول رو که میذاریم میریم برای خط بعدی. این بدن اصلی رو رعایت کنین. حالا اینو ویدیو رو بزنیم برای قبل، توضیح منو گوش بدین تا من برم سراغ پروژه هایی که هستش. خب پروژه‌ای که میخوام تعریف کنم اول توضیح میدم. میگه آقا یه عدد میگیره، خب و این عددی که گرفت و به ما میگه آقا شما عدد 2 رو وارد کردی. یعنی من وقتی 2 رو وارد سیستم میکنم سیستم به من میگه که آقا 2 رو تو وارد کردی. یه برنامه خیلی ساده. واسه این کار چیکار میکنیم؟ میاییم اینو من پاک کنم، پاکش میکنم. اینت مین همیشه هستش. میام داخل این پرانتزه، داخل این کروشه شروع میکنم تعریفش میکنم. حالا میخوام یکم فاصله بدم براش. میگم اینت
اینت n. البته بچه‌ها نگاه کنید کلید واژه ما اینت ها. خب یه فاصله میزنیم و n رو اینجا تعریف میکنیم. وقتی که n رو اینجا تعریف میکنیم یه علامت نقطه ویرگول رو میزنیم. خب اینجا یعنی ما اینت که مخفف اینتیجر هستش، یعنی عدد طبیعی ما و عدد صحیح ما که ما این رو n رو تعریف کردیم. خب به سیستم گفتیم آقا ما یه داده‌ای داریم به اسم n که توی اینتیجر هستش و عنوانش اونه. اگه مثلا عدد اعشاری بود به جای این بنویسیم فلوت، که حالا من بعدا خدمتتون میگم واسه سیستم اعشاری چجوری رفتار کنیم. خب ما اول اومدیم یه عدد طبیعی رو تعریف کردیم، گفتیم اینت n، تموم شد رفت. میگه آقا اینت n، حالا پایینترش میگم که printf چی؟ یه جمله رو میخوام مثلا یادداشت کنم. خب برای این کار چیکار میکردم؟ یه پرانتز میزدم، کلید واژه رو بچه بعدا میگم بهتون چجوریه. خب داخل این دو کاراکتر قرار میدیم. این کاراکترها خیلی مهمه. همه جمله‌ای که میخوایم بنویسیم باید بین این دو تا کاراکتر باشه. باید بین این کاراکتر باشه. خب من مینویسم please enter. خب please enter an integer. میگم آقا یه عدد طبیعی رو وارد کن. این که دارم مینویسم طبق قواعد نیست، یه جمله است، میتونه حالا جمله غلط املایی هم داشته باشه، هیچ ایرادی نمیگیره. ولی توی کلید واژه ها مثل اینت یا پرینتف اینا بله اینا اشغال میگیره، باید دقیقاً همونو تایپ کنی. البته اینجا یه حساب داره که بهتون نشون میده چیکار باید رفتار کنی. خب من تا چیز میگم. خب پلیز ان اینتیجر داری به عدد میگی و این دوتا نقطه رو میزنی و یه بک اسلش داریم ما، بک اسلش n. داستان این چیه؟ این بک اسلش n اول نیو لاینه، یعنی آقا بره خط بعدی. پس وقتی که ما میخوایم بره خط بعدی یه فاصله ای باشه، خب میگه آقا پلیز اینتر ان اینتیجر. عددی که شما وارد میکنید دیگه جلوی این نیستش. وقتی که ما میخوایم خروجی بگیریم این عددی که وارد میکنید زیرش میاد. خب به شرطی اگه بک اسلش n رو بزنی، اما بک اسلش n رو نزنی این عدد جلو میاد. حالا بعداً رفته یاد میگیریم چیکار کنیم. بک اسلش n رو ما میزنیم. وقتی بک اسلش n رو ما زدیم پرانتز بسته میشه و میایم این انتها این کاراکتر نقطه ویرگول رو حتما میذاریم و میاد پایین. وقتی که میاد پایین خب اینجا برای ما چی شد؟ ما اول اینتیجر n رو تعریف کردیم، به سیستم گفتیم یه چیزی به اسم عدد طبیعی داریم. تو گام دوم اومدیم گفتیم به ما یه پیامی رو ظاهر کنه، به اون طرفی که میخواد ورودی بده بفهمه چی باید بده. اما خب اینی که عدد داره میده چه عاملی باید باعث بشه این عدد رو بگیره؟ چیزی که ما توی زبان برنامه‌نویسی C داریم و میتونه ازت عدد رو بگیره به اسم اسکنفه. اسکنف هم یه نوع کلید واژه است. کلید واژه ها رو من خدمتتون میگم، همه اینا رو حفظ میکنیم. کلا 32 34 تا بیشتر نداره. زبان سی بچه‌ها دیدید به همین راحتی، این که توی دانشگاه بولدش کردن خیلی راحت میشه یادش گرفت. قبل از همه من اون کاراکتر رو میذارم، کاراکتر دوتایی رو میذارم. بله حالا بینش میگم آقا مقدار و دی. این مقداره، این خط ممیزیه مقدار، این دی به معنی دیجیت یعنی عدده. خب این بینش قرار میگیره. وقتی این بینش قرار گرفت شما میایی بعدش یه اد میکشی و حالا برای یه علامت رو که گذاشتی بعدش یه علامت دیگه هست به معنی ادرس دی. الان بهتون میگم ادرس n بهتون میگه آقا اسکنف دی یه مقدار رو میگیره، این دی دیجیت این مقداری که تو داری میزنی و میریزه، این ادرسه میریزه توی n. یعنی تو عدد دویی که وارد میکنی که اینه یا هر عددی میریزه روی n. پس ببین اینجا اومده تعریف کرده بچه ها این کلید واژه‌مونه. حالا بعدا باهاش آشنا میشیم. فقط اگه میخواین
با من تکرار کنین، تمرین کنین تا این ملکه ذهنتون بشه. خب اسکناف آورده، بعد آورده پایین، میگه خب تو عدد دادی، عدد ازت گرفت، خب بعدش چی کار کنم؟ میگم عدد و ازت گرفت، بنویس بازم پرینتف چی رو بنویسه؟ قواعد رو بچه ببین داخل این دوتا کاراکتر همیشه میخواین جمله بنویسین، عدد بنویسین، این دوتا کاراکتر رعایت بشه. حالا من میگم چرا اینجا اینجوری شده، سیستمش چرا اینجوری شده. این دوتا کاراکتر رو گذاشته، گفته یه مقدار میگیره، یه علامت دیگه گذاشته، بعد اومده گفته ادرس ان، یعنی اومده بعدم پشت بندش تعریف کرده. اینو من بهتون میگم چه جوری سیستم شده، ولی برای احتیاط اینو تمرین کنید ببین چی شده. میگه وقتی که من این عدد رو دادم و مقدار رو گرفت، من چی بنویسه؟ بنویسه پرینتف، ببخشید پرینتف چه نوشتم، برای من تایپ کنه، مثلا چی؟ شما بگید چی تو ذهنتونه، مثلا برای من تایپ کنه you have مثلا شما وارد کردین. من میخوام یه چیزی بگم که عدد طور بشه this number، مثلا این عدد رو، خب this number، و میخوام یه کاری کنم که همون عددی که نوشتی جلوش بیاد ظاهر بشه. خب کدوم کارو میزنیم؟ یه دوتا نقطه میزنیم جلوش. خب یه دوتا نقطه رو میزنیم جلوش و دوباره بازم همون مقدار دیجیتال رو میذارم من و دی رو میذارم اینجا، و اما بعدش که اون کاراکتر رو میزنم که میشه این مدل، اون ور می‌نویسم n. خب یه جایی رو ما اشتباه کردیم بچه، اشتباه خیلی پیش میاد توی برنامه نویسی فقط اشتباه. من باید اینجا ببندم و برم بعدا نگاه کن تعریفیشه و یه علامت رو بذارم و بعدش n رو بذارم. یعنی چی آقا؟ این به چه معنیه؟ میگه که you have entered this number، مقدار دی. خب ببندش، کلا ببندش، این پیام ببند. حالا این ور اومده، ببین دقیقا مثل همین اسکنفه، اومده تعریف کرده، گفته چیزی که هستش انه. حالا چرا علامت آدرس نزدیم بچه‌ها؟ اینجا با اینجا فرق میکنه. شما اینجا یه عددی رو وارد میکنی و این عدد میشینه روی ان، خب میشینه روی ان، و وقتی که اینجا پرینتف رو میخوایم بنویسین you have entered this number، خب اینجا دیگه نمیگه آدرس، میگه آقا این n رو به من نشون بده، چون بچه حلقه ایه، چون اینجا عدد روی n نشسته و آدرس گذاشتیم، گفتیم ادرس n اینجا نشسته و این پایین دیگه نمیگیم ادرس، میگیم خود n رو نشون بده، چون n تبدیل پیدا کرده. خب با هم دیگه بریم کامپایلرش کنیم، میریم روی این میزنیم ببینیم مشکلی داره. آره مشکل داره. مشکلمون چیه به نظرتون اینجا قرمز زده بچه‌ها؟ مشکلی که من حدس میزنم، مثلا میگم اینجا نقطه ویرگول رو نذاشتم. بریم دوباره بازم کامپایل کنیم ببینیم مشکل حل شد. پس یعنی به ما میگه که آقا راحت میتونین خروجی بگیرین. ببینید خودش اومد پلیز اینتر، مثلا من عدد مقدس 9 رو وارد میکنم و کلیک رو میزنم، ببینید نوشت you have entered this number 9. میگه آقا شما این عدد رو وارد کردی. نگاه کنید خیلی راحته بچه‌ها. مثلا تو میگی خب آقا احمدی شما روی 9 بودی، میگم نه آقا هر عددی شما میتونی بگیری. مثلا من کامپایل میکنم یه عدد شما بگو، مثلا بگیم 6 7 8 9. خب ببینید you have entered this number 6 7 8 9 تموم شد رفت. خب این یه پروژه کوتاه بود، امیدوارم که مفید بوده باشه. تا جلسه بعدی به امید دیدار.